سلام بینندگان عزیز، تازه‌ترین اخبار تاجیکستان و جهان را در برنامه خبری و تحلیلی رادیوی آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 6 اکتبر ما در اطراف این موضوعات صحبت میکنیم. با آغاز مرحله دوم عملیات نیلگال 2023 مقامات در روسیه 10 مهاجر را بازداشت، مجازات و خارج کردند. کشتار کولیا قرغیز یکی از رهبران عالم جنایی در قرغیزستان سر و صدای زیاد برپا کرد. و شاعران و ادبیات شناسان از نشر آثار عینی و جلال‌الدین بلخی و نویسنده‌های دیگر با اصلاح و غلطی زیاد نگرانند. به همون طرز غلط باید او را نویسیم ولی در پای میتونیم شرح بدهیم. شروع میکنیم از یک خبر. گروهی از نظامیان تاجیکستان برای شرکت در مشق‌های حربی واردی قرغیزستان شدند. در عکس‌های نشر کرده وزارت دفاع این کشور دیده می شود که سربازان تاجیک را با تنتنه و با نان و نمک استقبال گرفتند. از 9 تا 13 اکتبر در قرغیزستان تمرین نیروهای پاسدار صلح سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برگزار می شود. هنوز معلوم نیست که از 6 عضو سپاه کدام کشورها در تمرین شرکت می کنند. سفر نظامیان تاجیک به قرغیزستان در حالی است که سال گذشته بیشکک تمرین را در قلمروش بیکار کرده گفت بعد مناقشه خونین سپتامبر سال گذشته در مرز نمی تواند نیروهای تاجیک را قبول کنند. 10 مهاجر تاجیک و ازبک در پی یک عملیات یا رید ضد خارجیان در قزاقستان به کشورهای خود رانده شدند. پلیس الماتی روز 6 اکتبر از بازداشت 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان خبر داد. این مهاجران را که به گفته مقامات قانونهای بود و باش در قزاقستان را ویران کردند با اتوبوس تا مرز ازبکستان برده خارج نمودند. هفته‌های اخیر مهاجران تاجیک در قزاقستان هم مثل روسیه از افزایش عملیات یا ریدها شکایت میکنند. مشکل شدن کار و زندگی آنها را از روسیه به این کشور آورده بود. در ضمن مقامات در ولایت مسکو از مرحله نوی رید و تفتیش ها خبر دادند. مهاجران را در خانه و آشخانه و ساختمان های روسیه جستجو میکنند. شهلای گلخوجه گزارش دارد. در سرتاسر روسیه از آغاز هفته جاری مرحله دوم عملیات نیلگال 2023 جریان دارد. در ایتای گسترده در مناطق مختلف این کشور 10 مهاجر بازداشت و برخی از آنها به وطنهایشان فرستاده می شوند. بنا به اطلاع ریاست کارهای داخلی ولایت مسکو، پلیس در تفتیش یکی از انبارها 100 مهاجر غیرقانونی را آشکار کرده است. یکی از آنها در جستجوی فدرالی قرار داشته است. 26 کس دیگر قانونهای بود و باش در روسیه را ویران نمودند. همه آنها بجز از شخصی در کوفتکو بوده باید 5000 روبل جریمه پرداخته روسیه را ترک کنند. حالا مقامات حفظی حقوق فرد مسئول را می‌جویند که این مهاجران را بدون حجت به کار قبول کرده است. همچنین مکان‌های تفریحی از جمله یک کلوب شبانه در خانتی-منسی که جای وقت‌گذرانی زادگان آسیای مرکزی است، نیز تحت تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته است. از آنجا 20 مهاجر را به شعبه پلیس بردند. بعد سنجش معلوم شده است که حضور 5 نفر آنها در حدود روسیه غیر قانونی است. همزمان کارمندان پلیس در ولایت مسکو به محل کار و خوابگاه‌های مهاجران در شهر لاسینا پتروفسکی مهمان شدند. وزارت کارهای داخلی روسیه خبر می‌دهد که در عملیات 160 شهروند خارجی تفتیش شدند. 15 نفر آنها برای پایمال کردن قاعده‌های زیست و شغل غیر قانونی به جوابگری مأموری کشیده شدند. نسبت 6 کسی دیگر برای ساخته‌کاری حجت‌ها پرونده جنایی باز شده است. تلگرام کانال مناگناціонал می‌نویسد که در خباروفسک بیش از 100 مهاجر کاری بازداشت گردیدند. در ولایت ایرکوتسک نیز ریدهای عمومی علیه مهاجران صورت گرفته است. انتظار می‌رود که مرحله دوم عملیات نیلگال 2023 تا 8 اکتبر ادامه کند. به سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می‌روند. از آزار و لطوکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا همه روزه شکایت می‌رسد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نرگس محمدی یک حامی زندانی حقوق زنان ایران برای مبارزه‌اش ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. او دومین زن ایرانی است که صاحب جایزه صلح نوبل می شود. خیرامان بقازاده تفصیلاتی بیشتر دارد. زندگی آزادی. نرگس محمدی یک حامی زندانی حقوق زنان ایران برای مبارزه‌اش ضد سرکوب زنان در ایران برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023 اعلان شد. 6 اکتبر کمیته نوبل نروژ گفت جایزه امساله نوبل برای صلح اینچنین است تلاش‌های صدها هزار مردم ایران قدردانی می‌کند که مخالفت خود را با رژیم تبعیض‌آمیز ایران به نمایش گذاشتند. شوهر خانم محمدی این خبر را در پایتخت فرانسه شنید. این جایزه به جنبش مهسا یعنی زن زندگی آزادی داده شده که نرگس به عنوان یکی از چهره‌های این جنبش به اصطلاح این جایزه دریافت کرد. این جایزه در حقیقت مال همه مردم ایرانه و به خصوص برای فعالان حقوق بشر و همه کسایی که در راه دموکراسی، برابری مدنی و آزادی در ایران فعالیت می‌کنند. اعتراضهای ضد حکومتی در این کشور پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شروع شد. این دختر جوان بعد بازداشتش برای نقض قاعده حجاب پوشی در شرایط مرموز درگذشت و این حادثه صدها هزار ساکن ایران را به خشم آورده بود. هدف من رسیدن به صلح و حمایت حقوق انسان است. من تصمیم گرفتم برای رسیدن به آن بیشتر تلاش ورزم. باور دارم با کوشش‌های یکجایی حضور در ایران و دستگیری حامیان حقوق ما پیروز می‌شویم. نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که صاحب جایزه صلح نوبل می‌شود. با حکم دادگاه ایران محمدی به مدت 12 سال زندانی شده است. کشته شدن قمچی کولبویف یک سیمای مشهور عالمی جنایی این شب و روز در قرقیزستان خبری داغ است. یک روز پیش او را در زادگاهش ولایت اسیخکول به خاک سپاریدند. طبق فرضیه رسمی قمچی کولبویف به سوی آنها تیر کشید و از آتش جوابی کشته شد. اما وکیلش به این حرف مقامات قرقیز باور ندارد. گزارش تلویزیونی نستیه شیورمی را همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند. جنازه از یونان خود چقته. همین حالا نماز جنازه خوانده شد. قمچی کولبویف را به راه آخرت گسیل میکنیم. یکی از رهبران عالم جنایی قمچی کولبویف را 5 اکتبر در ولایت اسیخکول به خاک سپاریدند. جسد او را شب از سردگاه بیشکک آوردند. در نزد خانه‌اش در چالپاناتا آدم زیاد جمع شد. به گفته شاهدان برای ویداع با کولبویف بیش از 5000 نفر جمع آمد. این نوارها را شاهدان در نزد قهوه‌خانه بلاندر پب شهر بیشکک ثبت کردند. خیلی زود معلوم شد که در این مکان مربوط به صاحب نفوذ عالم جنایی کولبویف از طرف کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان عملیات مخصوص بازداشت او انجام شده است. بنا را نیروهای ویژه امنیتی محاصره کردند و در نزدیکی آن ماشین‌های یاری تعجیلی نوبتدار بودند. روزنامه‌نگاران در تعجب ماندند وقتی به جای حادثه دادستان کل قرمانگل زولوشف و وزیر تندرستی علیم قادر بیشن علیف آمدند. در شبکه‌های اجتماعی این خبر پهن شد که در بیشکک قمچی کولبویف کشته شده است. این معلومات را نزدیک شام کمیته امنیتی قرقیزستان تصدیق کرد. 4 اکتبر سال 2023 در جریان عملیات کوفتکوبی جنایتی مکان قمچی کولبویف در طرفخانه بلوندر پاب در کوچه ابراهیموف معلوم شد. در اینجا او با طلب قانونی کارکنان کمیته دولتی امنیتی ملی اعتبار نداده با استفاده از یاروق آتشفشان مقاومت مسلحانه نشان داد. در پاسخ به این عملهای جنایی کولبویف که به حیات و سلامتی کارمندان مقامات خطر داشت، نیروهای ویژه برای کشتن او آتش جوابی کشیدند. تا آن وقتی که مقامات رسما کشته شدن سرور عالم جنایی را تصدیق کردند، وکیل او سرگئی منوکیان اظهار داشت که کولبویف به احتمال زیاد آتش نکشیده است. عادتا کسی تیر میاندازد که سلاح داشته باشد. در گمان است که او در دستش سلاح داشت، نباید به او تیر میانداختند. البته اگر این امر نبود. از بین بردن قمچی کولبویف که در دایره‌های جنایی یک آدم دخل‌ناپذیر شمرده میشد، در جامعه قرقیزستان واکنش‌های مختلفی را به بار آورد. برخی از حامیان حقوق بشر این عمل نیروهای امنیتی را کشتار غیر دادگاهی خواندند. ما کی دولتی حقوق بنیاد میشویم؟ نخود او را زنده دستگیر کردن و به جوابگری کشیدن امکان نداشت.
این قتل خودسرانه است. شما از گروه جنایی یگان فرق ندارید. معاون پیشین رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان ارتور مددبکوف به این عقیده حامیان حقوق قطعاً ضد است. به نظر او نظامیانی که این عملیات را گذراندند همه کار را از روی ترتیب و قانون انجام دادند. کریمینال میر زدرگنول. من فکر میکنم عالم جنایی به لرزه آمد. آنها همیشه فکر میکردند که مقامات قدرتی هیچگاه با استفاده از سلاح نسبت به آنها چنین سختگیرانه عمل نمیکنند. شاید وقتی آن رسیده است که نسبت به جنایتکاران سختگیرانه و قطعی عمل کنیم، زیرا دنیای جنایی در وقتهای اخیر از خود رفته است. قمچه کالبایف در دایره‌های جنایی بیشتر با نام کالیا قرقیز معروف بود. او را در حدود دولت‌های اتحادیه شوروی یکی از بانفوذترین شخصان عالم جنایی یا دزد قانونی می‌شمردند. در قرقیزستان او را چندین بار برای کشتار، قاچاق مواد مخدر و سلاح بازداشت کردند، اما هر وقت یا زود رها می‌شد یا پیش از ادای جزا او را رها می‌کردند. در حالی که در تاجیکستان کتابخوانی مورد تبلیغ خاص قرار یافته است، شکایت‌ها از سهو و غلط در کتاب‌ها زیاد به گوش می‌رسد. اخیراً یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به نهادهای علمی و فرهنگی تاجیکستان شکایت کرد که آثار صدرالدین عینی با خطاهای زیادی نشر شده است. چند شرکت کننده این نمایشگاه بین المللی کتاب در دوشنبه هم شکوه کردند که شمار خطاها در کتاب‌های سال‌های اخیر به هزاران عدد می‌رسد. چرا؟ گزارش اسکندر فیروز و امیر ایسایف رو می‌بینیم. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان سبب راه یافتن غلط‌ها را به کتاب‌ها چنین شرح داد. نه اینکه به استاد صدرالدین، بلکه به هر یک نویسنده و شاعری که در گذشته است، ما یگان وقت هیچ وقت چیز نداریم که شعرش رو اصلاح کنیم یا متنش رو اصلاح کنیم. بگذار غلط هم باشد به همون طور، به همون طرز غلط باید او را نویسیم، ولی در پای میتونیم شرح بدهیم. اما رستم وهابزاده گرداننده صحیفه درست بنویسیم در فیسبوک میگوید در نشر اخیر مثنوی معنوی مقدار غلط‌ها کمتر شده است. این از کم اعتنایی است. کم اعتنایی. خبرنگارانمون، اهل سوادمون، اهل کتابمون این رو یعنی صحیح نوشتن رو یک امر ناگزیر و حتمی و غیر قابل صرف نظر کردن نمیتونن. اصل قضیه رو بگیرید همین طور است. مبشر اکبرزاد متنشناس پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان در رساله دکتری خود در این باره صدها غلط نویسی ناشران را گرد آورده است. فرض کنید که من یک کتاب رو تهیه کرده برگردون کردم از خط فارسی بکنید. اونجا فرض کنید که صدها غلط رفت. من همون مثالی که گفتم، گرد رو گرد خوندم، گرد رو گرد خوندم، یا ملک رو ملک خوندم و ملک را ملک خوندم. این نتیجه کمسوادی من است اگر من این غلط ها رو کرده باشم. سید امیر امینوف مؤلف کتاب‌های زبان تاجیکی برای صنف‌های 7-10 میگوید که در متن کتاب‌های درسی غلط‌ها وجود دارند، ولی نه به اون مقداری که منتقدان میگویند. و اشتباه‌ها را در بازنشر آثار بدیعی مشکل اساسی مینامد. وقتی که در برگردان کردن الفبای فارسی در ادبیات الفبای کریلی بسیار غلط‌ها و غلط‌های فاحش هم رفته است، زیرا اون شخصی که برمیگرداند نمیداند، درست خوانده نمیتوانسته است. با گفته همصحبتان ما، تغییرهای پیهمی قاعده‌های املا نیز یکی از سبب‌های سهو و خطا در کتاب‌ها و مطبوعات دوری شده است که خواننده را به رهگمی میبرند و رسیدن به نوشتن بی‌غلط را به مهلت نامعین موقوف میگذارند. بیننده عزیز، سپاس از شما که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو از سامانه و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و توییتر پیگیری کنید. خدا نگهدار شما.